حکومت جمهوری تاجیکستان با هرچی زودتر انجام دادن رسمیات معین کردن خط سرحدی دولتی بین تاجیکستان و کرگیزستان منفیت دار می باشد و در صورت به امضا رسیدن سند ذکر شده از نیز زیاد خط سرحدی دولتی دلیمیتاسیا می گردد. یک نقطه مهم دیگر را نیز تاکید می سازم که در تمام مدت گفت و شنیدها یعنی طی 19 سال مسئله عوض کردن واروخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشتن نمی‌داشت. برای آگفته ایستادم که در از سالها هر گونه خبرهای باید برآمده است. این کارها را این مسئله فقط با واسطه باید حل نمیشه. اون چیزی که کمیسیون بین حکومتی هر دو جانب کار کرده است پای 19 سال خیلی زحمت کشیده. خیلی تجربه مناسبت های بین المللی نشان می‌دهد که رابطه با همسایه کشورها باید با در نظر داشتی احترام کامل یکدیگر، تحملگرایی و ارزش‌گذاری با منفعت‌های ملی جانب‌ها برای مانده شود. وابسته به این باید گفت که مسئله‌های بحث مرزی و حدودی، موافقه نمودن خط سرحدی دولتی و علامت‌گذاری آن روند مرکب بوده، حل آنها مهلت و زحمت زیاد را تقاضا می‌نماید. شما خب در یاد دارید که حل و فصل سرحدی ما با جمهوری چین چقدر دوام کرد. سالهای شوروی یک طرف، بعد اتحادیه شوروی ما قریب 10-20 سال دیگر 500 کیلومتر سرحد را با جمهوری مردم چین همسایه بزرگ خود حل و فصل نمودیم. طبیعی است که چنین بحث‌ها باید با در نظر داشتی منفعت‌های دو جانبه و در زمینه اساس‌های حقوقی تصدیق شده طرف‌ها حل و فصل شود. تاجیکستان با مقصد حل مسائل موجوده قطعاً جانبدار گفت و شنید و دریافت راه‌های حل متقابلاً سودمند با در نظر داشتی منفعت‌های ملی هر دو طرف میباشد. با استفاده از فرصت بار دیگر به مردم شهر ایسفاره و دهات واروخ چارکو مراجعت کرده آنها را دعوت می‌نمایم که با همسایه‌ها در فضای دوستانه و همسایگی نیک زندگی کنند، با صبر و تحمل باشند و احساسات داده نشوند، زیرا چنین مسئله ها نه با احساسات بلکه تنها با راه گفت و شنید حل و فصل می‌گردند.